ما کج میفهمیم. صبح عاشوراست، خوبه؟ خدا شکرت من اونجا نبودم، شکرت. چون هور آقا، هور سرلشکر ابن زیاده. پروندهشو نمیتونم بگم چون ما نمیتونیم، کسی که الان مقامی داره الان هور در انسانیت که تمام فقهای شیعه قائل به اینن که به هور که رسیدن بگم ما خاک پای تو هم نیستیم. برید بخونید اونایشون که معرفت خوندن اینجوری حرف میزنن راجع به هور. خیلی بزرگه هور. نمیشه که حالا من چیکار گذشته یارو دارم، ولی سرلشکر ابن زیاده. وقتی یزید به ابن زیاد دستور داد که کوفه رو جمع کن، ابن زیاد نشست فکر کرد، گفت یه نفر میتونه بره حسین رو بگیره خف کنه، حسین رو باش گاو بندی نکنه فراریش بده، اگه رای دیگه نره بگه ندیدمش، نه بره خف کنه حسین رو نگه داره تا ما برسیم تکلیف حسین رو معلوم کنیم. کیو انتخاب کرد؟ خورم. تمام دستورات ابن زیاد رو مو به مو اجرا کرد. حتی وقتی رسیدن کربلا 7-8 روز قبل از عاشورا رسیدن دیگه، گفت کنار آب حق نداری خیمه بزنی ها. امیر عبیدالله ابن زیاد گفته دور از آب خیمه بزنی، برای همین نذاش کنار علقمه خیمه بزنی، گفت برو دور از آب، از فرات دور شد، آب با مشک میبرید. چرا؟ امیر ابن زیاد فرموده. آقا فهمون من میخوام برگردم، گفت نمیذارم برگردم، میرم کوفه، گفت نمیشه. آقا فهمون به من نامه دادن، گفت من چه بکنم؟ یا کن تو قرجین تو اسم من هست؟ آقا فهم اصلا میرم یه جای دیگه، گفت هیچ جا نمیگی، میمونی تا تکلیف تو امیر عبیدالله ابن زیاد معلوم کنه. درسته؟ حالا صبح عاشورا شده، این خون میخواد بیاد این بر ما بودیم میذاشتیم یا نمیذاشتیم؟ ما یعنی 2 تا ترانه خونده راش نمیدیم، یا میاد نمیذاریم بره، یا بهش وعده میدیم میاریم اینجا دقش میدیم، یا بازیگره رو بردیم با حالا 4 تا فیلم بازی کرده بوده زمان شاتش چیکار کرده بوده، میاریم تو تلویزیون بعد برنامه زنده رو قطع میکنیم. نمیشه، تصمیم گرفتیم شما نباید دیده بشید. پس شما غلط میکنید، در هردم میزنید، بیجا میکنید، در هردم میزنید. اگه میخواید به روش عمر سعد عمل کنید بیجا میکنید، در هردم میزنید. چند نفر رو دق دادید؟ این چه منطقه چیه؟ ما بودیم کربلا هور میخواد بیاد غلط میکنید. آقا شما هم چیزی نگی ما نمیتونیم. ما این حرفا نیست. الان به چه دردی میخوره الان اومدی؟ ببین بچه‌ها تشنن، تو باعث شدی. ببین اینا جمع شدن دور ما نذاشتی ما بریم، تو باعث شدی. خون اینجا بریزه گردن توئه. توبه کردی باز خود توبه کردی. میتونی جبران کنی؟ تونست جبران کنه؟ ما بودیم این حرفا رو میزنیم. میگه نمیزنیم. یارو میگفت زنم یه خبطی کرده آقا توبه کرده آقا، من شوهرشم، من میفهمم زنم توبه کرده، یه خبطی کرده بوده. به من گفت آقا این محل ما این زن ما رو نمیبخشه، پدر مادر من ولکن نیستن، بابا توبه کرده ولش کنید. خور اومده با موسه گلش علی اکبر بابا خور اومد. چقدر خوشحال شده امام حسین، به 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 به، سرش انداخته بود پایین از خجالت. آقا تا دیدش من بود ارفع رأسک، سرتو بگیر بالا، چرا خجالت کشیدی؟ مگه منو نشناختی؟ اون با خجالت گفت حسین یه روزنه ای هست من برگردم. آقا فهمون خودم میشینم واسه استغفار میکنم. هم منطقه کی هستیم ما؟